خیلی مخلصیم. امروز میخوام بهتون آموزش مجموع دیفرانسیل ND1 ND2 ND3 طرح جدید و طرح قدیم بهتون آموزش بدم که بتونید تشخیص بدید، چون خیلی از ما پرسیده بودن. پس تا آخر کلیپ با ما همراه باشید، سیو کنید یا خواستید از این تابلو اسکرین شات بگیرید که داشته باشید و بفرستید واسه دوستاتون حمایت کنید. این یه دونه مجموع دیفرانسیل ND1 من عکسش اینجا واسهتون گذاشتم. این قسمتش دنده رینگیاشه، این قسمتش سوراخ پولوسشه، این بالا هم پوست دیفرانسیلشه. دیفرانسیل ND1 سوراخ پولوسش 24 فاقد شیاره، این قسمت شیار نداره. دنده رینگیش 74 دندونه تک شیار، اینجا یه تک شیار داره. دیفرانسیل ND2 سوراخ پولوسش 24، اونم فاقد شیار روغنه. دنده رینگیش 73 دندونه 3 شیاره، اینجا 3 تا شیار داره. دیفرانسیل ND3 طرح قدیم سوراخ پولوسش 26 دارای شیار روغنه. دنده رینگیش 74 دندونه تک شیاره. دیفرانسیل ND3 طرح جدید این هم سوراخ پولوسش 26 شیاره، این هم دارای شیار روغنه. دنده رینگی این 73 دندونه 3 شیاره. این شکلی میشه تشخیص داد. و اینکه توی دیفرانسیل ND3 طرح جدید و طرح قدیم 3 تا خط رو پوست دیفرانسیلش داره. این راههای تشخیص دیفرانسیل ND1 ND2 و ND3 طرح جدید و طرح قدیمه. پست رو سیو کن، داشته باشی، به دردت میخوره.